بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درس چهارم ما شما که مطابق هفته چهارم کوریکولم می شود. امروز بخیر سه عنوان ما شما می خوانیم. یکیش تغییرات مؤخر مرگ است، دوم تعیین زمان مرگ است و سوم معاینات ابتدایی و خارجی جسد است. این سه عنوان ها تقریبا این دو عنوان شما بلد هستین، چرا که ما در مرگ خواندیم که مرگ سه نوع تغییرات داشت. یکیش آنی بود که دفعتا رخ میداد، دومش مقدم بود که 5 دانه بود و سوم مؤخر است که بعد از چند روز و چند هفته و چند سال رخ میداد. امروز ما شما مؤخر تغییرات میخوانیم و زمان تعیین میکنیم که بعد از مرگ چند مدت سر یعنی جسد تیر شده، و ابتدایی و خارجی معاینات ابتدایی را و خارجی و داخلی جسد. البته داخلی اینجا مانده، خود داخلی و خارجی جسد امروز شما میخوانیم. اول میایم با تغییرات مؤخر مرگ. تغییرات مؤخر مرگ در مجموع به دو نوع است. یکیش تحفظی است و یکیش تخریبی است. چی معنی؟ یک او تغییرات است که بعد از چند مدت، روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها در وجود انسان رخ میده و سبب تخریب شدن جسد میشه. این را ما میگیم تغییرات مؤخر تخریبی. دوم که از تغییرات مؤخر تحفظی است که این تغییرات سبب تحفظ و نگه داشتن جسد می شود. نمیمانه که جسد تخریب شود. چند نوع تغییرات شد؟ دو نوع، البته مؤخر. یکیش تحفظی است و دومشان تخریبی است. تحفظی و تخریبی. تحفظی و تخریبی. یک دقیقه می بخشین. چه بشن؟ تغییرات مؤخر مرگ یکیش تخریبی بود، یکیش تحفظی بودن. تخریبی سبب تخریب جسد می شد و تحفظی سبب تحفظ و حفاظت جسد می شدن. الان با پروسه های تخریبی جسد یا تفسخ. تفسخ در انگلیسی پیوتریفیکیشن میگه. پیوتریفیکیشن اینجا نوشته که در انگلیسی اگر کس میفهمه که 4 عکس ها را که شما میبینین، یه هر عکس از خود تعریف داره، علی برشان یک میکنم که چرا. این هم یک جسد است که شاید در وقت جوانی خود بسیار شیک و مقبول می بودن، اما بعد از چند مدت که سرشان تیر شده شما میبینید این شفاخانه در یخچال است، اما میبینید که چه قسم از چشمایشان میبینید و این جسد میبینید، این جسد میبینید. نو یک شالی میخوایم. پیوتریفیکیشن یا تفسخ در عربی میگه، در انگلیسی پیوتریفیکیشن میگه. ای از پروسه های تخریبی جسد است. البته ای مؤخر تغییرات هستند. مؤخر تغییرات است که بعد از چند مدت نظر به حالات جوی دیده، او باکتریاها و او میکروبها که در وجود ما و شما به شکل دفاعی و به شکل همکار همیشه در حالت حیات امرای ما و شما می باشد، انسان که میموره، این باکتریاها یا این میکروبهای هوازی یعنی ایروبیک باکتریا ایرا میگه. انشالله اگر فرصت بود بعد یک وقت براتون ایرا مشخص میسازیم. اگر علی ما در تعریف یمی هوازی و غیر هوازی و باکتریا و ویروس بانم نو این موضوع بسیار طولانی میشه. شما این قدر یاد بگیرین که تفسخ چطور رخ میده وقتی که انسان میموره. امو جراثیم، میکروبها و باکتریاها که در حالت حیات یعنی زنده بودن در داخل جسد انسان و در سطح جلد انسان قرار داشت، این باکتریاها اپورتونیستیک باکتریا شکل میگیره، یعنی فرصت طلب باکتریا. این باکتریاها با دشمن تبدیل میشه، در حالت زندگی دوست ما شما میباشه. وقتی انسان میموره، امی باکتریاها به خاطر زنده ماندن وجود خودشان از وجود جسد و انسان تغذیه میکنند. که تغذیه میکنه نو اینها کربن دی اکساید و ویست پروداکت تولید میکنه یا مواد فاضله. امی مواد فاضله و کربن دی اکساید سبب پوندیدن جسد و تعفن بدبوی از انسان خارج میشه. این پوندیدن و تعفن جسد و امی یک شکل وحشتناکی که این جسد با خود میگیره،
این را ما میگیم تفسخ. شما در این شکل ببینین چه قسم یک وحشتناک شکل از خود گرفته. این را میگه تفسخ. چرا به وجود آمد؟ توسط باکتریاهای هوازی و غیر هوازی که در وجود انسان این باکتریاها می باشه، سبب تخریب جسد می شود و از تخریب جسد ای کربن دی اکساید و مواد فاضله را تولید میکنه که سبب تعفن، بدبوی و پوندیدن جسد می شود که جسد به خود یک وحشتناک شکل میگیره. این را ما میگیم تفسخ. در 30 تا 40 درجه سانتیگراد و در رطوبت و هوای کافی 24 ساعت بعد از مرگ این تفسخ شروع میشه. شما در این اسلاید ببینین از قسمت راست این سیکم ایره میگن. قسمت راست که اینجا شما عکس است اینجا میبینین، از قسمت راست بدن این تفسخ شروع میشه. سبز کبودی رنگ میگیره، بالاخره با شکم و با کل قسمت های بدن این سرایت پیدا میکنه. قسمت راست به این خاطر که اولین همین قسمت بسیار حساس است در مقابل میکروب ها. نو از در مقابل تفسخ، نو خاطر تفسخ از قسمت راست بطن یا هم قسمت اپندکس که ما شما میشیم، همین قسمت راست رایت لوور کوادرانت به انگلیسی میگه، همین قسمت ما شما تفسخ شروع میشه از اینجا. البته این پیوتریفیکیشن نظر به حالات فرق داره. مثلا اشخاصی که لاغر است اونجا زود شروع میشه، کسایی که چاق است اونجا پسانتر شروع میشه، کسایی که در آب غرق شده باشه زود شروع میشه. در تابستان که هستن اینا زود تفسخ میکنن، در زمستان کمی پسانتر شروع میشه. کسایی که به امراض انتانی مبتلا هستن زود تفسخ میشه، وجودشان زود تفسخ شروع میشه. و کسایی که با امراض انتانی مبتلا نیست اینجا بعضی کرایتریای دیگه هم هستن. البته در ذهنتان باشه که هر چقدر که از 10 درجه سانتیگراد حرارت پایین میشه و از 40 درجه سانتیگراد حرارت بالا میشه، در دو حالت که هستن باکتریاها رشد خود کاهش پیدا میکنه، یعنی بدی میشه. یعنی هر چقدر که حرارت درجه پایین میشه یعنی سردی میشه و یا خیلی گرمی میشه. در دو حالت که هستن تفسخ بالاخره کم میشه. حتی اگر بالاتر به 50 درجه برسه و پایینتر به 0 بیاید، این دو نقطه هستن که اینجا تفسخ استاپ میشه، یعنی باکتریاها رشد خود نمیکنه، بلاک میشه. او محیط مساعد نیست برای رشد باکتریا. از او خاطر است که باکتریاها تکثر نمیکنه، که نمیکنه وجود تخریب نمیشه، که تخریب نشه تفسخ رخ نمیده. نو این دو حالت بودن. البته یک نکته در ذهن باشه که 3 اصطلاحات که بسیار مهم است، یکیش افرازات بعد از مرگ است، دوم استفراغات بعد از مرگ است و سوم ولادت های بعد از مرگ است. این 3 اصطلاحات به اون زنهایی که به خصوص پرگننت است یا خانم هایی که حامله هستند، شما میبینید که البته موضوعات جنایی هستند. یک واقعی میشه که ولا یک مرگ طبیعی بود، وقتی که یک چند سال بعد، یک سال یک 2 سال بعد میشه او نفر خود شاهدی میته، مجرم کسی که جرم کرده که یک موضوع مرگ یعنی مرگی طبیعی نبود بلکه مرگ جبری بود، او یک حادثه نبود بلکه او یک قتل بود و یک واقعه بود. حادثه و واقعه از خود فرق داره. کسی اگر سوال کرد میشه اونا را برایشان باز تشریح میکنیم که چی فرق داره اکسیدنت و اینسیدنت. او یک واقعه بود، یعنی او یک موضوع جنسی بود و بالاخره او خانم به قتل شد و بعد از چند سال که شما میرین اونجا میبینین که حتی در مخاک و در خونشان طفل او خانم اونجا ولادت کرده، نشانی های ولادت اونجا شما پیدا میکنین. این به این معنی که این موضوع مرگ طبیعی نبود بلکه یک قتل بود. و خیر چی میخواستم بگویم او این بود که استفراغات، افرازات و ولادت های بعد از مرگ 3 اصطلاح را فراموش نکنیم. این چیز انسان که میمونه، چیزهایی که خورده، غذایی که خورده او را دوباره استفراغ میکنه. البته این فرق داره نظر به اینکه فاصله یا وقت میان مرگ و غذا خوردن چقدر بوده. اگر دفعتا غذا خورده باشه و طبیعی استفراغ میکنه، اگر نخورده باشه استفراغ نمیکنه. این را ما میگیم استفراغات بعد از مرگ یا افرازات بعد از مرگ است. انسان که میمونه بعد از مردنشان از دهن و بینی و چشم و گوشا و اعضای تناسلی و از این قسمت افرازات میاد. این افرازات طبیعی هستند. این خاکی نسواری رنگ داره، این هرگز به خون باید با مغالطه نشود. و سوم ولادت های بعد از مرگ هستند. یک خانمی که پرگننت باشه، مثل که در آغاز گفتم، و این امیدوار یا حامله دار زن وقتی که میمونه بعد از مردن
یا در ظرف چند ساعت یا بعد از اینکه دفن شد او ولادت میکنه، چرا که پروسه ولادت یک پروسه بسیار مغلق و کنترل کننده است. انسان که میمونه کنترل و اختیار امی ولادت از دست میده و بالاخره او طفل بعد از مردن تولد میشه و اونجا یعنی البته یک چیز باید واضح باشه که خانمی امیدوار یا حامله که مرد امو ثانیه که مرد امو ثانیه طفلش میموره. مردن چیز دیگه است و ولادت چیز دیگه است. ولادت که هستن او بعد از چند ساعت، بعد از چند روز، بعد از چند هفته او رخ میده. البته بعضی اعضا هستند که او در مقابل تفسخ خیلی مقاوم است، حتی نمیشد، بسیار بطاعت میشه. مثلا پروستات در مردها هستند و موهاست و غضارف است و استخوانهاست و رحم است و در خانمها این ساختمانها هستند که بسیار با بطاعت البته چی میشه؟ تخریب میشه. مثل که در درس قبلی ما گفتم که تفسخ که هستن او بعد از 24 ساعت شروع میشه. نظر به حالت فرق میکنه، شاید در بعض انسان ها بعد از 12 ساعت، بعد از 2 ساعت شروع شد تغییرات مؤخر، چرا که در آغاز ما گفتیم انی مقدم و مؤخر این نظر به مو فاصله و وقت هستند که این نام ها را برشان داده. نو تفسخ هم بعد از 24 ساعت شروع میشه تا سالها ادامه پیدا میکنه. یک پروسه خیلی طولانی است، بالاخره تا که منجر به چی شود؟ تخریب استخوانها شود، انسان کاملا خاک شود. که خاک شد پروسه تفسخ از بین میره. نو 3 هفته بعد ریزش موی پیدا میشه. 1 سال بعد یا 2 سال بعد وجود انسان، شما ببینین لبه های ما شما یک قسم رنگ داره، بینی دیگر رقم، چشم دیگر رقم، موی های ابرو، سر و برودها و ریش و این چیزها دیگر رقم رنگ داره. بعد از 2 سال که هستن این موی ها و این رنگ های مختلفی بدن این کلش یک رنگ میگیره، خاکی رنگ میگیره. وقتی شما یک جسد دیدین که کاملا از سر تا پای خاکی رنگ داشت، خاکستری، این به این معنی که این 2 سال سری مایت تیر شده. وقتی شما دیدین که جسدی یک شخص کاملا برهنه شده، اسکلتی برهنه شده، برهنه به این معنی که عضلات و گوشت و جلد و این چیزا از بین رفته، این به این معنی که 3 سال سرشان تیر شده. وقتی شما دیدین که استخوان ها هم از هم فاصله گرفته، یعنی مفاصل از هم جدا شده، این به این معنی که 5 سال سری جسد تیر شده. همین قدر تفسخ کفایت میکنه. اما یک نکته دیگه مهم است که حشرات و حیوانات هم در تفسخ خیلی رول مهم دارند. مثلا پرنده ها و حشرات همی جسد زود تخریب میکنند. مگس و پشه ها و مرچه ها بسیار مهم چیز هستند که اگر دسترسی پیدا بکنه به جسد، او جسدی که در 3 ماه مثلا طفل که در 6 ماه تخریب میشد توسط امی حشرات که هستند او به 1 هفته تخریب میشه. او جسدی که از کاهل بودن مثلا او در 1 سال چیز میشد، تخریب میشد، اگر حشرات و مگس و مرچه دسترسی پیدا بکنه به او قسمت او در 1.5 ماه کاملا تخریب میشه. نو ای از او خاطر حشرات و این چیزا هم بسیار اهمیت دارد تخریبی جسد. این پروسه تخریبی بود. الان بعد پروسه محافظت نعش ها، این هم از تغییرات مؤخر مرگ است. شما در عکس میبینین این از مصر، تاریخ مصر است که 10,000 سال قبل البته تمدنی که در مصر بودن یگانه کشوری تاریخی سابقه و دیری نداره و مصر است که او خانه فرعون ها هم مشهور است، چرا که ظالم مردم دو همیشه میباشه که مردم های اهل و مردم های صالح همیشه اونا به زجر و تکلیف میسازه. خب خیر در این عکس شما میبینید که این قیافه و قواره مصر است که خداوند در قرآن نام امی فرعون مصر گفته که ما بدنتان تا روز قیامت نگاه میکنم تا که مردم از او عبرت بگیره. این همون فرعون است که دعوای خدایی را کرده بودن و این همون طریقه های به اسلام مومیایی شدنشان هستند که فرعون ها یا بادشاه هایی که مصر که به خود خدا میگفتند در وقت جاهلیت، وقتی که اونا تخریب می شدن اونها جسد خود مومیایی می کردن، مثل که امو احرام های مصر که هنوز امو فرعونای قبلی 1000 سالهای قبلی امونجا هستن و او جسدشان تا هنوز امو محفوظ مانده. این تغییرات مؤخر مرگ است لیکن محافظتی هستند. ما شما میگیم که محافظتی تغییرات امو تغییرات است که سبب تحفظ و حفاظت جسد می شود و نمیمانه که جسد چی شود؟ تخریب شود. شما در این اقسام میبینید. این باز به 3 نوع هستند. یکیش مومیایی هستند،
یعنی به شکل طبیعی هستن او را مامیفیکیشن میگه، یکیش به شکل ادیپوسر هستن و یکیش به شکل مصنوعی هستن. یعنی جسد به این سه شکل حفاظت میشه که تخریب نشود. یک طبیعی است، دوم ادیپوسر، سوم مصنوعی. در طبیعی که هستن او را مومیایی میگه. این مومیایی لفظ اصل عربی است، مومیا گرفته شده. این شن در ختم هر چیز که میگه انگلیسی از خود مامیفیکیشن میگه. البته این لفظ عربی هستن که به معنای چی هستن؟ خشک شدن یا قاق شدن. قاق که ما میگیم نان قاق. انسان در شکل چرم نسواری را به خود میگیرد در حالتی که اونجا هوای خشک باشد، تهویه خوب باشد، حرارت درجه بلند باشد. در این سه شرایط که باشه وجود انسان خشک میشه در ظرف 6 تا 12 ساعت ماه، یعنی در ظرف 1 سال یکی خشک شوه. این را میگم مامیفیکیشن. اگر شما خواسته باشین که یک جسد به شکل طبیعی خشک شوه و او تخریب نشوه، او را در هوای خشک که ونتیلیشن خوب داشته باشه و درجه حرارت بلند باشه، وجود انسان قاق میشه، جلدشان شکل چرم نسواری رنگ را به خود میگیرد. این قسم حالت ما میگیم مامیفیکیشن که شما در عکس میبینید. و دوم که سو ادیپوسر هستن. ادیپوسر که اصلا یک شکل صابونی شدن به اصطلاح عادی میگیم. جلد ما شما که است تحت جلد شحم هستن به شکل ذخیروی. این شحم که است یک تمولات کیمیایی رخ میده که صابونی میشه و این صابونی شدن مواد کیمیایی در کتاب شما نوشته کرده که پالمیک اسید و سیتریک اسید و اولیک اسید است و این نمیمانه که این آب به وجود داخل شوه بلکه از وجود خارج میشه. وقتی که خارج شوه هیچ چیز را اجازه نمیده که از جلد که به وجود داخل بیاید، که نمیاید. آبم خارج شد، وجود انسان خشک میشه و میره ما میگیم ادیپوسر و از تخریب وجود جلوگیری میشه. سوم که هستن او نوع تحفظی که هستن او مصنوعی هستن که شما میبینین در واقعات جنایی و انفجار و اجساد مجهول الهویت که هستن بدون یک قالب که باشه، قالبش معلوم نباشه، او را در شفاخانه ها و حادثات ترافیکی او را نگاه که یا در حادثات ترافیکی که فوت میشوند یا در انفجار که فوت میشوند یا اجساد اتباعی خارجی هستن یا هر چیز که هستن، وقتی که اینا میمانه که باید در جسدشان نگاه بکنه او را به سه شکل نگاه میکنه. یک به شکل یخچال ها و سردخانه ها هستن، شما میبینید که در یخچال یا سردخانه اون را نگاه میکنه تا که تخریب نشوه. دوم که هستن کانسرویشن، یک طریقه هستن که اونجا اسپریت الکل یا فرمالین در فیصد در رگها زرق میشه و از تخریب جسد جلوگیری میشه. این کانسرویشن میگه. یکیش امبالم هستن، این هم طریقه هستن که یا مومیایی اجساد هستن که مواد کیمیایی در داخل وجود و در خارج وجود انسان این چرب میشه. البته این مواد کیمیایی هستن که فرانه مصر هزارها سال امی قبلا این طریقه را به وجود آورده بود. این طریقه به نام امبالم یاد میشه، یعنی محافظت جسد به شکل مصنوعی. سه نوع هستن، یکی در یخچال‌ها و سردخانه ها نگاه میکنه، دوم طریقه کانسرویشن هستن و سوم طریقه چی هستن؟ مومیایی شدن. اینجا دومین عنوان که از تعیین زمان مرگ هستن. شما چطور میتونین زمان تعیین بکنین بعد از مرگ؟ یعنی چند مدتی سپری شده سر امی میت. شما یک جسد میبینین و استاد تیبلی است میشتن پرسان میکنه یا در دیپارتمنت تیبلی شما یخچال است یا انسان‌های زیاد اونجا هستن، براتون میگه که چند مدت از این نفر تیر شده. یا انفجار میشه میایه و شفاخانه ها و براتون میگه که خب بیاین علی ببینین که یک امتحان عملی هستن که چند مدت از این میت تیر شده سر امی میت. نو شما چی کار میکنین؟ ما براتون یک فرمول میگیم. شما اگر خواسته باشین که مرگ جسم با تعیین زمان بعد از مرگ را مشخص بکنین با ساعتها و با دقایق که چند دقیقه تیر شده چند ساعت تیر شده، شما مجبور هستین که برگردین به همون تغییرات مقدم مرگ که شخی میت و این چیزا بودن. و اگر شما خواسته باشین که زمان تعیین بکنین بعد از مرگ نظر به روزها و هفته ها که چند روز، چند ساعت، چند هفته، چند ماه، چند سال سرشان تیر شده، شما مجبور هستین که به تغییرات مؤخر مرگ برگردین. در کتاب شما اونجا لیست کرده. اینجا بطری ما در کامپیوتر باز خلاص شد که ما میخوایم اینا رو زود بخوانم. او را نیاز نیست که برای تنها تشریح بکنم. اونجا واضح نوشته کرده صفحه 31 که سردی جسد کدام ساعت ها کدام قسمت ها که اصلا سرد می باشه. اگر شما دیدین که در نواحی در زیر بغل حرارت تانوز هم هستن، قسمت ها گرم هستن، این به ایمانه که سرمایه 2 تا 4 ساعت تیر شده. یک شما دیدین که جسد کاملا سرد شده، کاملا این تقریبا تا 12 ساعت تیر شده. اگر شما دیدین که تانوز آشای داخلی بطن مثل که پیش ما درس گفتم
او تانوس گرم است بمعنی تانوس 24 ساعت مایع تیر نشده، همین قسم لکه های مایعی و شقی مایع و همین قسم تفسخ. نو شما اگر خواسته باشین که زمان تعیین بکنین این یک کتاب نوشته کردم براتون که تقریبا چند صد صفحه‌ای کتاب هستن، میشه شما آنلاین اینا رو پیدا بکنین به خاطر معلومات بیشتر. نو یک صفحه دیگه هستن اگر جسد گرم و نرم و فاقد لکه های مایعی باشد حد اکثر 3 تا 6 ساعت از وقوع مرگ سپری شده و همین قسم اگر جسد نیمه گرم باشد و شخاله که شما خودتان بخونید ان شاء الله مشکل نیست. ولی میایم به معاینات جسد. شما اگر خواسته باشین که علت مرگ پیدا بکنین چی مرگ های جبری است یا غیر جبری هستن، مهمترین چیز علت مرگ است که شما باید علت مرگ پیدا بکنین. نو به اون خاطر شما مجبور هستین یک سلسله معاینات انجام بدین. این معاینات به شکل معاینات ابتدایی و خارجی جسد است و معاینات داخلی جسد هستند. معاینات خارجی جسد شما مهمترین چیزی که در خارج شما اولین چیز میبینین او البسه هستند. البسه مهمترین فاکتور هستند در شناسایی در هویت انسان. حتی این طرح در مجهول الهویت انسان ها که هویتشان تعیین نشده، هویت معلوم نیست، یعنی اون شناخته نمیشن، مثلا سرش نیست. شما در این قسم انسان ها مهمترین چیز که هستن اونا البسه هستند که از البسه شما میشناسین که این نفر چیکار است، کی است. یا هم شما از نظر حرفه اگر او پرچه های فلزات و پرچه چیز رنگمال و این چیزا باشه، مؤثرات رنگ و فلزات و ذرات شما اونجا میتونین در البسه پیدا بکنین و بالاخره میفهمین که این نفر چی کاره بودن. یا هم شما وقتی که البسه معاینه میکنین هرگز لباسشان قطع نمیکنین، یعنی پره نمیکنین، بلکه میبخشین اونا را شما من حیث ایویدنس عملیتاً نگاه میکنید. وقتی که شما معاینات بیرونی جسد اول البسه را مطالعه کردین، دوم که هستن اونا جلد هستن که در اون جلد شما نشانی ها یا اثرات مثلا تاتو یا نشانی های ولادی و طبیعی هستن، اونا رو میبینین. یعنی نشانی ها هستن که در تشخیص هویت بسیار رول مهم دارن. معاینات داخلی جسد که هستن شما اتوپسی میکنین. ما پیشم گفتیم اتوپسی گرفتن یک قسمتی وجود است از داخل بدن. نو در این قسم حالات شما وجودشان پاره میکنین، در داخل میبینین که چی تغییر شده، چی نفر مرده، دا یعنی چی خورده بود سرشان، کس تسمم هستند، در جگرش مشکل بود، قلب چی شده، یک کل چیزا رو که شما داخل مطالعه میکنین، اینو ما میگیم معاینات داخلی جسد. شرایط اتوپسی رو اونجا نوشته کرده. تکنیک اتوپسی در افغانستان چند نوع اتوپسی اینجا نوشته کرده، لیکن در افغانستان که هستن یک خطی، در مجموع که هستن اتوپسی دو نوع طریقه داره، یکیش یک خطی است، یکیش دو خطی. یک خطی اینا میگه که از همون کانکورتک شروع میشه تا قسمت سمفیسیس فوبیک است. در این قسمت یک شق انجام میشه، اینا میگه یک خطی و کل اشیاء داخلی بدن مطالعه میکنن. دو خطی هستن که در اونجا شما از به شکل وای یا تی وجود شط میکنین و داخلی اشعار مطالعه میکنین. این است دو خطی مطالعه. در افغانستان که هستن همین یک خطی بسیار مروج است و طریقه شور بسیار مروج است که یک عضو بدن داخلی جسد شما بیرون میکشین و اونا رو مطالعه میکنین که در اونجا چی مشکل پیدا شده. و کسایی که مجهول الهویه هستن البسه و نشانی های تاتو، قراحات و سکار و چیزا در تشخیص اونا بسیار رول مهم داره. یک نقطه خیلی مهم براتون میخواستم بگویم، اگر هیچ چیزی رو شما نیافتین در مجهولیت انسان ها، آخرین نقطه ای که او دی ان ای تست هستن که الحمدلله در افغانستان هم انجام میشه که اگر یک تاری موی هم اونجا بانده باشه، یک تاری موی کفایت میکنه که شما را برسانه به قاتل، به مقتول یا شخصی که هویتش معلوم نیست، شما توسط دی ان ای تست هویت انسان معرفی کرده، شناسایی کرده میتونید. این را بخیر در آینده ما شما میخوانیم که دی ان ای تست چی هستن. اگزومشن یک اصطلاح دیگه هستن، یعنی کشیدن شخص دوباره از قبر. بعض حالات هستن که شما مجبور میشین که جسد دوباره از قبر بکشین، و به خاطر چی؟ تا که حقایق در مورد علت مرگ پیدا بکنین، یا یک نفر از یک جای به دیگه جای شما انتقال میتین، یا اجزای جسد از امرایشان دفن میکنین، یا دست جمعی قبرستان ها هستن بناز باز معاذیر موجه شما امانت او را چیز میکنین، دفن میکنین، دوباره اون را میکشین. یا هم در گورهای دست جمعی هستن که اونجا شناسایی میشه و شما نفر قبر باز میکنین، اونا را چیز میکنین، یعنی قبر باز کردن. نبش یا اگزومشن باز کردن قبر است، یعنی جسد از قبر میکشین. در 5-6 حالت شما جسد مجبور هستین که از قبر بکشین. مثلا حالاتی که در اونجا جسد از قبر کشیده میشه بنویسید، شما 5 حالات نوشته میکنین. و من الله توفیق. این درس ما شما بود. میبخشید بیتری در ختم بود، برای ما سیگنال داد که ختم است، از او خاطر ما درس آخرین سفر زود خواندیم.
خدا بکنند یک چیز را یاد گرفته باشیم.